هنوز هم در مزار شریف میهمانان حضور دارن. کسایی که به چکر عید سعید فطر برآمده هنوز هم در مزار هستن. پارسی نفهمیدی؟ پختو بگو. پارسی نمیفهمی؟ یا نفهمیدی. نامت چی است؟ نام ارسلا خان. از کجا هستی؟ از خوست هستی. بیننده عزیز، یعنی وطندار ما تربوز آورده. در این وقت تو تربوز ما ایران هستم که شما در این وقت تربوز از کجا کردین؟ سلام علیکم. چند است کیلوی تربوز؟ عرب جان. ما 40 روپیه میفروشیم. 40 افغانی؟ بله. کسی میخره یعنی؟ خوب است، امروز یک 10 تا فروختم. آورده بیاین که مالته از اینا چند است. ای تو خوب کلام مانده. سلام. چی حال دارین؟ خوب هستی؟ بخیر چی از من؟ خیر 4 سال. روزانه چی خبرت میمونه؟ 200 300 دیگه 300 400 برابری است 500. بیا که به می همکاریم یک گلاس آب نیشکر بگیریم. سلام. از او باز چی خبر خودت میمونه؟ از یک 500 میمونه. یک 500. بیننده عزیز، ما بالای مارکت مولا سلطان هستیم. خب به هر صورت مگر چت خپل وطن کشور ده، خپل وطن گل وطن. خدای مسافرها رو بخیر بیاره به وطن. انشالله امنیت هم هست. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. در مزار شریف دیگه شما بار بار شنیدید، شاید براتون خسته کنم تمام شده باشه که شهر پکا و پوستین است. امروز گرمی رو دیگه فقط احساس کردیم که در ماه سرطان هستیم. خدا دیگه امسال دیگه توکل تعالی الله دیگه چیزی نمیگیم دیگه. خدا خیر ما رو پیش کنه. گرمی شاید یکی از شدیدترین گرمی سال شاید همین سال پیش رو باشه. از همین حالی که ماه حمل است، اگر چند روز پیش هم باران باریده بود، هوا را یک رقم گرم ساخته که هیچ پرسان نکنین. ما این طرف شرق میشه یا غرب میشن ما هم کاریم نمیفهم دیگه. شمال جنوب شرق غرب، فکر میکنم غرب میشه. طرف جاده مسعود هستیم اینجا. امروز دیگه از همین طرف برای شما یک گزارش میگیرم. لالا خاص است. هنوز هم در مزار شریف میهمانان حضور دارن. کسایی که به چکر عید سعید فطر برآمده هنوز هم در مزار هستن. از یکی از کابل یک یوتیوبر با یک صحبت کرده بودن، 1,25,000 افغانی جمع کرده بودن. هر کدامش 25,000 افغانی. بس افغانستان چکر زده بودن و هنوز هم 25,000 افغانی پیششان مانده بود. یعنی تو چکر که موافقه تمام دوستا باشه واقعا کیف میکنم، آدم لذت میبره. آفرینشان بازم ما کردیت برشان میتم، همکار میکنن، بازم از تفریحشان لذت میبرن. ببینیم که ما امروز باشون سر میخوریم یا سر نمیخوریم. همین لذت چند تا گذاشتن همینا فکر میکنم که از اون طرف آمده. چند تصویر از این طرف همکارم براتون میگیره. با اونجا هم همین لذت کار جریان داره، بازسازی دوباره چهار مانده را هستن جور میکنن ساخت ساز دیگه. ببینیم که با کدام ایمان سر میخوریم. حتما تصویر از اونا را، مصاحبه از اونا را همراه شما شریک میسازیم. پارسی نفهمیدی؟ پختو بگو. پارسی نمیفهمی؟ یا نفهمیدی. نامت چی است؟ نام ارسلا خان. از کجا هستی؟ از خوست هستی. کلتان از خوست از هستین؟ کول هستی، از خوست هستی. در مزار آمدی؟ مزار آمد. دفعه اولت است یا دفعه دوم؟ نه زیاد دفعه است. زیاد دفعه است. اینجا چی کار میکنی؟ این موتروان است. موتروان؟ در کدام لاین؟ او مزار لاین. خوست مزار. از خوست چی میاری در موتر؟ تلر. چی از داخل تانر چی بار میکنی؟ زغال او طرف زغال بار میکنی. از این طرف زغال میبری؟ از اون طرف چی میاری؟ خالی؟ برنج کچالو. برنج کچالوی پاکستان میاری؟ پاکستانی میاری. خالی کجا میری؟ چی هستی؟ جای نماز از قالین است چی است؟ موتر قالین است. دکوریشن صحیح میکنی. خالی کجا رفته رستین شما؟ چرت زی؟
داسه وای حواله بختیر خاکیگا مسلمان چیرته روانی موټر ته رواني وو موټر چیرته دی موټر سبزی مارکیټ کې شاید څو کال کېږي پر دې لاین کار کوي او په دې لاین تقریبا 10 کاله کېږي چې چلیږي 20 سال میشه ها 20 کال ای بیشک مرا کدسته بته بخیر سلامت باشه سلامت بخیر باشه بخیر باشه بیننده عزیز یعنی وطندار ما تربوز آورده در این وقت تو تربوز ما ایران هستم که شما در این وقت تربوز از کجا کردین سلام علیکم چی حال دارین خوب هستید بخیر صحتمند خیر خیرت زنده باشین شب و روز بخیر ان شاء الله میگذره تشکر زنده باشین سلامت باشین نامتان محمد نادر عرب نادر جان این تربوز از کجا کردی او بیادر تربوز برای ما یکی فرستاد از مارکت خب از کجا می فکر میکنم که حال وقت تربوز ماش شاید 3 ماه بعد 4 ماه بعد برای 3 ماه بعد 4 ماه بعد هم نه یک ماه بعد تربوز ان شاء الله میبره تربوزا ایرانی است او ایرانی است این ایرانی است یا مصری است فعلا میوه هرچی در چشم میبینین مال افغانستان نیست ایران است یا ایران است پاکستان است مصر همینجا بله چند است کیلوی تربوز عرب ما 40 روپیه میفروشیم 40 افغانی بله کسی میخره یعنی خوب است امروز یک 10 تا فروختم 10 تا بله ماشاءالله ماشاءالله و مالتا چند است مالتا 190 برابری است راستی پخته است یا نه کاکا خانموت زد کاکا شناختی یا نه شک دارین در پختگیش بله ها یگان چند است 40 افغانی 40 روپیه باید پولمیته باید طبعا که شیرین باشد پخته شیرین باشد چاقو میزنیم از ما شما رو خب بعضی وطندارای ما در پالیس میگه در زور آفتاب ما چه پخته میکنه چه رقم ایرانی هم رقم چال داره یا نه زور آفتاب نیست کود کیمیایی میزنن یک چیز است روش میپاشه ضرب 15 روز سرخ میکنه سرخ میکنن بله ولی این به نظر شاید نداره شاید این هم تو چیز است یا نه یا این طبیعی باشه به نظر شیرین است این شیرین است شیرین است بله یعنی طبیعی است طبیعی است بله بله معمولا چند سال میشه که کار این میوه رو میکنی من خودم 15 سال میشه 15 سال بله بله و همیشه همینجا هستی یا در گردش هستی نه فعلا یک ماه دو ماه میشه همینجا هستیم چرا که یک جا هستیم مشتری یافتیم هر از طرف دکان میره میاد 1 کیلو 2 کیلو باری که لازم دارن میبرن پیش از 2 ماه کجا بودین پیش از 2 ماه دوره میرفتیم طرفای دروازه شادیان بلخ طرفای دروازه بلخ هر جایی که اینجا نمیمان دوره میرفتیم ولی فعلا که کار نداره همینجا هستیم بخاطر که ما اینجا چند بار مصاحبه کردیم چهره شما رو تازه میبینیم اینجا یک روز دیگه مصاحبه شما رو هم شما مصاحبه از ما گرفته بودیم انار بار کرده بودم دمون نوش استاده بودم گفتی چی انار خریدم یا نه خریدیم بله شاید باورت نه در زندگی ما رقم انار باز نخوردم کیلوی 50 روپیه قیمت ترین انارم بود و در زندگی ما رقم انار این قرمان شکدیم که چرا گفتم 2 کیلو خریدم کاش گفتم 1 4 کیلو میخریدم یعنی اندیوالم شاهد است که می هر جای گشتیم اینمی رقم انار که خودت آورده بودی قسم به وجود والا پیدا کرده باشه تشکر زنده باشید لطفتان است یک دانه رو سامپل هم گذاشته بودم هم سامپل دیدین گفتین چه انار است دیگه بقیه‌اش هم رقم میبره ما گفتم دلتان جمع باشد امیدوار هستم که در وقت انار باز امروز شما سر بخورم این دفعه دیگه در جای 2 کیلو 1 4 5 کیلو از پیشتان بگیرم ان شاء الله زندگی بود ان شاء الله سر میخوریم وقت انار هم کم مونده 4 تا 5 ماه دیگه بعد خانه آباد زیاد تشکر در کارتون برکت در عمرتون برکت سلامت و زنده باشین رفیقتان هم سلام برسانین علیکم سلام که احوال ما رو گرفتین یگان وقت سر بزنین ان شاء الله شما رو ما دوست داریم زنده باشین لطفتان است خانه آباد خداوند مهربان بخیر باشین آورده بیاین که مالته از اینا چند است تو خوب کلام مانده سلام چی حال دارین خوب هستی بخیر صحتمند خیر خیر نامت نام مصطفی الله مصطفی جان از کجاست از مزار شریف خب ما بغلانی و سمنگانی نبره نه
مالتا آوردی؟ بله مالتی مصری است یا دیگیش است؟ نه لال مالته ایرانی است لال لال آه، جان. لال ملال مالتا خوب است یا مصریش کدامش؟ خب مصری دا نام بالاست دیگه تو برای بگی بالال بالاست هر دویش لال است؟ جانا کلی یکی از پلاستیک داره وش به پلاستیک از دیگه خب شیرین است یا ترش میگن چی میگن؟ اگر میتونی اگر استفاده کو خیر است سلامت نه خانه با تشکر چند از کیلوش؟ کیلوش 190 رقمی 80 میگه پاس دیگه 190 آخرش 80 دیگه 80 75 چند کیلو فروختی؟ حساب خو نکنیم دیگه خب هستین و خیر صحتمند خیر 500 مقار فروختیم 500 امشب بخیر امشب نشر میشه 500 جان تا چند بجه رسین؟ ما شاید تا 9 بجه و 8 بجه مقدار بعد از نماز شام شاید مشتری شما یک ذره چه زیاد میشه چون سرکا خلوت میشه هر کدومش می سال میشه چند سال میشه که کار میوه رو میکنی خودت؟ ما یک 4 سال میشه 4 سال جان روزانه چه خبرت میمونه 200 300 دیگه 300 400 برابری است 500 از مارکت شاید بخری خودش شاید جانا در مارکت میروین خودت پیش میبری یا میری یا میاره برات کسی نه پدری ماست میاره پدرتون میاره امروز چند کریت آورده بودی ما امروز یک 15 سبد خالی کردیم 15 سبد جانا یک 5 سبد فروخته شده نه دیگه فرق زیاد نه کمتر وقت اومدیم وقت نامدیم تا چند روز بازمی به فروش میرسه یک روز دو روز این امروز تا صبح هم از دیگه با دیگه صبح. جانا خان آباد مالتا اشتیا باشه بسیار زیاد تشکر سلامت باشین بیا که به می همکاریم یک گلاس آب نیشکر بگیریم سلام چه حال دارین خوب هستین بخیر صحتمند خیر و خیرت چطور است یک ذره هوا گرمی شده مردم میخوره نمیخوره خوب است نامتان نوروز جان از کجا هستی از ولایت من خلصولی چمتال اوه امروز چند کار کردی دخل حساب کردی یا نه امروز یار حساب تقریبا یک 1800 12 شده باشه 2000 از او باز چه خبر خودت میمونه از یک پرسدی میمونه یک 500 ایرا از جلال آباد می از پاکستان این از جلال آباد میاد از جلال آباد در چند روز میرسه اینجا خشک نمیشه اویش اینجا که تازه بیارن اوش خوب داره او که چند روز که بسیار تیرش بازارش کم میکنه باز شما کدام جای نگاه میکنید کدام سردخانه کدام جایی هم تو در آفتاب میمونید نه هم بیده در سرخانه نیست یک زیرخانه است همونجا میمونه خلاص اگر در آفتاب بانی شاید زود خشک شو به نظر من راهش کم میشه زود میشه گلاسش 20 کنی ولی لیمو هم نداری لیمون در شما پیدا میکنیم لیمو که جای باشه با خاطر که عصر است که تا عصر لیمو خلاص میشه از خاطر شما پیدا میخوری خودت نمیخوری یک گلاس برای ما پرتو هم خوب لیمو دار خب یگانتاش بازی را میگیرد یعنی که قلم میکنه پوست میکنه داخل یک خلطه میندازه نه خوب است دیگه غریبی است در غریبی بیادرها عیب نیست هیچ وقت در غریبی عیب نکنیم ما هم یک زمانی که بودیم در بازی خود کار میکردیم و دوران محصولی را پشت سر میبردیم شکر دوستی نمیکردیم اینمی کار را میکردیم نگاه غریبی هم کردیم در غریبی عیب نیست بیادرها نه یک کلاس آب نیشکر هم روش جام بکنیم که همکار ما خود گفت که من نمیخورم اگر نه حتما برش میخریدیم یک بستی کنه خداش تو اینجاست سلام علیکم میخوریم بیاید میمانی ما شویم لیمو انداختی؟ 3 تا؟ بس از خانه آباد کنی نه اگه نه باز نمیخورم نه باز نمیخورم نه هیچ کار این غریبی است این حق تصویه داریم بسیار زیاد تشکر سلامت خانه آباد بخیر باشید دور از دلتان
بیننده عزیز، ما بالای مارکت مولا سلطان هستیم و از اینجا خواستم که نمای مزار هتل براتون نشان بده، هم دروازه بلخ هم مزار هتل. واقعا که نمای مزار شریف امروز دیگه از برکت نمی مزار هتل است که امی زمین سعی کنه واقعا دلت است که یک 10 دقیقه نمیشه ساعت شوی و می منظره زیبای مزار هتل از اینجا تماشا بکنی. پیشرویش و همین برقایش واقعا هر چی تعریفش بکنم کم است. امیدوار هستم که در مزار شریف همین تو جای خوب زیاد جور شود که زمینه کارم برای هموطنان عزیز ما بخصوصا برای مزارع عزیز ما فراهم شود و هم در وطنشان باشند و هم ضرورت نشود به کشورهای بیرونی سفر بکنن، مهاجر شوند. همین روزا شما ببینید که وضعیت مهاجرین در پاکستان که متاسفانه حتی اجازه زیر داده نمیشه که بایک و بکس خود واردارن بیارن این طرف، همونجا میمونن، چور میشوند و ویدیوهایش در سوشال میدیا هم برآمده که چه قسم چور میشه، رفتارشون چقدر زشت آمیز است. واقعا در ایران، در پاکستان، شاید در کشورهای دیگر هم باشه و اما به تصویر کشیده نشه باشه. خب به هر صورت مگر هر چت خپل وطن کشور ده، خپل وطن گل وطن. خدای مسافرها رو بخیر بیاره به وطن. ان شاء الله امنیت هم است، از امنیت خود رضایت کامل داریم. فقط یک ذره بیکاری است، این زمینه کار هم فراهم شود. ما مطمئن هستیم که زیاد افغانای ما میخواین که پس به افغانستان برگردن، پس بیان در آغوش وطن، در آغوش مادر، در کنار اعضای فامیلشون زندگی بکنن. شاید بعضی ها باشه که پشت مادرشون خیلی دق شده باشه، نه تنها پشت مادر، پشت اعضای فامیلشون خیلی دق شده باشن. به هر صورت ما اینجا زیاد نصیحت نمیکنیم و ارزش از زیر لیاقت از زیرم نداریم که به شما بزرگا که خیلی دوستان دارم و احترام ویژه براتون قائل هستم براتون نصیحت بکنیم. ولی یک واقعیت بود که باید به او یک اشاره میکردیم. میریم برای فردا بخیر آمادگی میگیریم. اگر فاین هم فرصت یافتیم با چند نفر مصاحبه میکنیم، اگر نه دیگه در همینجا خوبتر است که با شما خداحافظی بکنم. تا برنامه فردا، بدرود.